در حال ورود به یک دوره خیلی خاص و فوق‌العاده هستیم. از گروه آرکتوریان ها که از ابعاد آگاهی بالاتر هستند، از من خواستن که این اطلاعات رو با شما در میون بذارم. از ماه نو در 16 می تا ماه نو بعدی در 15 ژوئن یا همون جون، ما وارد یک چرخه بیداری خیلی قوی میشیم. بسیاری از روح‌ها در این دوره بیدار خواهند شد. تصور کنید این دوره مثل یک نمک‌پاش میمونه که مدت‌هاست تکون نخورده و نمک‌ها توی اون گیر کردن. این ماه مثل تکون دادن این نمک‌پاشه که هر آنچه که گیر کرده بوده آزاد میشه. به زبان ساده‌تر، کسانی که خواب بودن ولی وقت بیداریشونه به بیداری معنوی میرسن. و کسانی که بیدارن با این موج بیداری این ماه یک جهش در رشد معنویشون میتونه رخ بده. بیداری در حال جریان بوده، خیلی وقتی که شروع شده، اما این موج بیداری در این ماه خیلی عمیقه. به نشانه‌های اطرافتون توجه کنید، چه نشانه‌های بزرگ چه کوچیک. اینا ممکنه نشانه بیداری شما باشن. تغییرات درونی خودتون رو ببینید. هر قدمی که برمی‌دارید در مسیر معنوی مهمه. این دوره یک فرصت خیلی مهمه برای کسانی که تازه مسیر معنوی رو شروع کردن و حتی برای کسانی که مدت هاست در این مسیر هستن و همچنان در حال یادگیری هستن. اگر دوست دارین که بیشتر در مورد این دوره و دوره‌های معنوی و رفتن توی مسیر معنوی بدونید، حتما پیشنهاد میکنم که پیج ما رو در یوتیوب به نام سفر نیلوفر و مانی دنبال کنید. نور بر شما جاری باد.